همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهر این در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهر این در زندگانی گنجی نایاب است به ما. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. گرچه دارد خانه و کاشانه و فکری زیاد، لیک فکری دادری خیش دل پریشان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. در دو رنجی او لیک نرنجد اوزی ما چون دل فروزان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیو، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیو، لیک در دل بحری ما. خواهر خواهر نشان مادر خواهر، بعد از مادر به جان برابر خواهر. دل سوزتر نیست به هر دو عالم، ای مرهم داغ‌های خواهر خواهر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان و مخلصان شبکه شهنان. امروز جمعیت تبریکات شهنان در محله دهنو هستیم برای تبریک کردن جشن زادروز مادر عزیز، آنا جان مهربان و خواهر عزیز خاندان عمرانه آمدیم. امروز تبریکات را از نام جیانها، خش و تباران و با راهبری معلمه عزیز خالق و تیار کردیم. میخواستیم همراه شمایان پیشکش کنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم زنبانوان، مادران، مهمانان خانواده مادر عزیز عمرانه، همه شما را به جشن زادروزشان خوش آمدتان میگوییم. برایشان یک قرصک زنه به نظر ما تکلیف میکنیم. خیلی مهربان پیش ما به نزدیکتر. السلام علیکم. عمرانه زادروز مبارک. روز تولد را میلاد امور را برایتان مبارکباد میگوییم. حتی یا بید کنی علامه که اومدیم شما تبریک کنی؟ نمیدونم. سورپریز. البته کیها شما رو بسیار دوست می داشتین؟ البته خواهران. میگویند خواهران بعد از گذشتن پدر و مادر در چهره همین خواهر عزیزمان روی پر از نور همون پدر و مادر همیشه در قلب‌ها و در دل و دیده ماست. خدا کند عمرشان دراز شود، در سر این اولاد کلام خالق افخا سایبان شده، دعاگوی شده، پیر جوان ما شده گردند. خدا کند حاجیانه شوند و در سر ما حاجیانه دعاگوی شده گردند. زادروزشان مبارک باشد. امروز شما را از نام خویش و تبار، از نام جیان با راهبری
معلمه عزیزم با راهبری خالق و با راهبری خواهرانتان میخواهیم شما را تبریک گوییم. گفتم مهربانی ما، غمخوار و غمگساری ما، چقدر که پدر مادری ما زود ما را ترک گفتند، جای آنها را با ما نشان ندادند. مصلحتچی ما اگر دلگیر شویم، غمگیر شویم، همراهشان صحبت میکنیم، یاد جوانی ها، یاد گذشتگان را میکنیم. از دیدارشان بسیار خرسند میشیم. هر بار بینم از آن روی پر از نورشان، خدا رحمت کند، پدرم مادرم دیدگی بر این میشوند و همیشه گوید که صحت سلامت گردند و هیچ وقت کسل نشوند. در سر ما خواهران همیشه دعاگوش تا سر ما شده گردند. برایش رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. خواهر چراغی دادر خواهر، هر لحظه کند سراغی خواهر. سوزد بدرون سوزد و دود نکند، تا سوختن دماغی خواهر. امروز عمرانه صادروزتان مبارک باشد. چقدر که ما میدانیم من طوری چندین سالها شفاکار شده، همشیره شده، به همون خلط سفیدتان داغ نخلطانده برای خلق و وطن سمرقند شایسته و شایان خدمت کردید. همیشه از پشت فرزند نبیره ها حضور و حلاوت دیده گردید. میگویند پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند، گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند. حرمتی پیران نمایا از جوانی بس مناز، زیرا پیران نیز ایامی جوانی را دیدند. همیشه در سر نمی اولاد و سلاله هر دو طرفه دعاگوی شده، سایبان شده گردید. زادروزتان مبارک باشد. حاضر باشد برای شما یک گلدسته زیبا داریم. خودتان گل ثبت این خاندان، گل ثبت خانواده خالق و فا هستید. همیشه مانند امروز جوان و زیبا باشید. ما باشد اگر یک تا کنسه که بخ بزنیم، اگر گلدسته ها را تقدیم میکنیم. مرحمت. و البته اشکالاتی در این سن و سال مبارک ببینن، سن و سال زن پرسیدن از روی آداب نیست. خدا کند که نبخواهیم 25 ساله جوانک چکان شده اهمی زینپای دوان فراربران کده گردیدون و زیارت کعبت‌الله نصیب کند برای این سن و سال مبارکتان. حاضر باشد برای شما کتاب قرآن را پیشکش میکنیم. مانند معلمه ما شما هم حاجیانه شوید و ما شما را تبریک کردن نصیب کند. مرحمت، مبارک باشد. رحمت، سلامت باشد. اکنون می‌خواستیم تا تیار شدن شیرینی و تارت ها از وقت از خواهران سخن‌های تبریکاتی را شنویم. معلم عزیز مرحبا. السلام علیکم خوشتبارهای عزیز، مهمانهای تشریف آورده. من امروز خواهر عزیز من روز مولود خجسته خود را پیش گذاشته ایستادم. خیلی که شاگردی عزیزم گفت سن و سال زن را پرسیدن از روی آداب نیست. خواهر من برای ما حالی جوان، همه خیلی جوان مونید خواهر عزیزم. در بین خواهرها این خواهر عزیز من از همه مهنت دوست، از همه خوشگفتار، از همه قوی اراده هستم. برای ما این آدم خیلی عزیز و معتبر هستم. سن و سال این آدم گرچنده که به سن 90 قدم های که خود را مانده ایستادند، لیکن دستشان از کار دور نیست.
با دست های پروجنگ خود یک ماشینه دیری نه یک اثرهای صنعت می آفرم. اگر حسین جان در اولاد ما در آبرو کردنی باشد یا رفتنی باشد، اگر همه خیلی صنعت اثرهای این خواهر من در همه اولاد ما هست، چی کورپچه های قراقی، چی دسترخوان های ملافگی، چای نوک پوشک می بای، انا تاکی چای نگاه میموندگی می و دیگر چیزها اثری صنعت می آفرند این آدم. هر باره که این خیلی چیزها در مگزین ها خیلی بسیار، لیکن هر باره که من چای نوک را در بالای همون متای عادی میمونم، مهنت های خواهرم با خواهری جان همیشه زنده و سالم باشد، در سری معرکه های ما معرکه آرا باشد، در سری دسترخوان ما آرایشی دسترخوان باشد، دعایی سری همه اولاد شده گرده. خدای مهربان چقدره که عمر داده باشد در شما، در بین همه خیلی ایل و اولاد، در بین نیوره کلین های ارکه، در بین کلون نیوره های زیبایتان گذرانید با خوش و خرسنده. همیشه صحتمند، سربلند، من همه خیلی زنده دل مونید خواهری جانم. رحمت عمرانه هنرمند، عمرانه که پنجهشان هنر است و غیر است، برای مردم شفا می بخشند، در وقتهای خالی اینقدر این اثرهای سنتی را می آفرند. هیچ وقت پیر نشوید آنا جان عزیز، همیشه صحت سلامت گردید که اینقدر شما را دوست می دارند. مرحمت شما دوام کنید. رحمت خوشی میکنیم. السلام علیکم مهمانان عزیز که شما مهربان، مدامی که ما در اینجا جمع آمدیم، البته سببگار این خواهر که عزیزم آیتکم میباشم. چی گفتنی اما عمری دراز میطلبم، رزق فراز، من اینکه نکوی حضور کشه الله کشه بینم، هم میکتام خوش آمده تا نوری دیده تاجی سر. رفیقان ما امروز در اینجا جمع آمدیم، روزی تولدی من هم ینگمولامو هم خالیم، هم خاله بچیم. برای همین من گفتنی هستم که این کس من از سندی 82 ساله شدین، از این هم زیادتر عمر بینن، ساق سلامت گردن، بزرگای فرزنده دیده ساق و سالم چی نیتا در دل داشتگی باشند، جامعه عمل پشت ساق و سلامت گردن. الهی مکش سر بدرید بی حضوری نیوره چهره بینید، ساق سلامت گردید سرکی مومبا کسال نشوید هم وقت، ساق سلامت گردید. همین حضوری بچه های نیوره بینید الهی این سالم همین خیل زاد رزتونه گذرانیم الهی ساق سلامت گردید. عبی جان الهی سر بدرید، الهی هم خیلی گردتون هم خیلی نیوره خیلی تبارهای همین کنده نشوند، سری مومن ساق سلامت گردید بی الهی مکک عمری دراز شما با قسم نشوید، سرکتون عبالی باقیش نشود الهی مکک هم خیلی ساق سلامت گردید، سرکی مومن دوی ماه شده گردید پیشی خاندان با هم خیلی سروبر شده گردید بی انگلیسی گیدم میفهمند. السلام علیکم مهمانان عزیز، همه‌تون اول خوش آمدید درگاهی بیمولون و من که آسنان مادر چونکه تیامه مادر ما بر وقت رفتگی این کس مانا مسئولیت گوی ما کلان و گران ما الهی سری ما هم با سری فرزنده کارشون نویراشون سلامت گرده الهی که دلشون بودگی هم نیتاشون جامعه عمل پیش دو
همه وقت همین خیلی بخواد شده ساق و سلامت هیچ کس به محتاج نشده ساق و سلامت از این مهنتکاشون راحت شده دوگوی بچه کام و دوگوی نوره ورکو شده ساق سلامت همین خانه همین حولی اومه پور و پیمان کده ساق و سلامت گردن سر آمدن دلتون بودگی نیتاتون همه که جمعه عمل پشد لاییم مهنتکاتون راحت شود لاییم دلتون هیچ وقت غم و اندوه نبیند تو ساق سلامت خوشو پسندانه سر که ما بس دوگوی شده کرده دیلایی کن خوش آمده تو میمانه کن السلام علیکم خیش تاورو جون جگرکم من امروز اما جانی من زود روز داشتیم الهو 120 ساله شده به درد و به رنج شده عدد یکم نشان همه یکاتون ساخت سلامت گرده همه وقت دعاگوی ماهان شده در سر ماها و همین الهیم سلامت گرده هیچ وقت کسل نشده هم خیلی پیری به درد و به غم شده سنگاری آنم پیری چون به درد و به رنجی بگم که سر ایوره سنگاری آنم خدا بشکر رحمت بخشم رحمت سلامت باشند. تشکر. زادروز مبارک باشند. و البته اکنون میخواستیم با همراهی دو خواهران یک جای از شیرینی را برید و از آن تناول کنید و بگذار 120 سالگیتان با آمده شما را تبریک کردن نصیب کنند برای ما. مرحمت. پارتر را نزدیکتر میبیاریم. مرحمت. Стали звезды на год взрослее, не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все. И чем больше желаний исполнения, им с днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных. Порой не всегда везло. Не печалься и не жалей. Будет много светлых дней со свечами большой пирог и шампанское подало. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, весенния. مبارک باشد. زادروز مبارک. گمارانه برای شما بار دیگر روزی تولد را مبارک باد میگیم. اکنون همراهی انهمون جیان ها، خواهران، کیوین ها، نبیره ها یک جمع میرقصیم، خورسندی میکنیم. امروز زادروز این فرشته خاندان را با یک درجه اعلا میگذارانیم. مرحمت. سرودهای شرق برای شمایان. زادروز مبارک.
دولت başımdaki taç Tüy alenge yaynadı hıraç Bu devlet başımdaki taç Tüy alenge yaynadı hıraç Sarı istedik yayıp kırklar Evrelerde oynasın onam Evrelerde oynasın onam Tüyler kurda oynasın onam اینک بیننده های عزیز، امروز ما در محله دهنو مهمان شدیم. عمرانه رو در جشن زادروزشان از نام خواهران نازنین تبریک کرده، از نام جیان‌هایی که خاله و عمه خود را دوست می‌دارند تبریک کرده. نیت‌های نیک را، سخن‌های تبریکاتی را برایشان رساندیم. خدا کنند 120 ساله شوند، در سنین اولاد و سلاله همیشه دعاگویی سر آنها شده گشتنشان نصیب کند. با ما باشد، با شبکه شهنان صحت سلامت باشد. خود را احتیاط کنید.